مرگ ناگهانی از علائم قیامت است. فلانی با موترش از فلان جای سقوط کرد، فلانی خانهش یا موترش آتش گرفت، فلانی گاز یا زغال گرفت و در یک شب تمام خانواده‌اش را از دست داد. شما شنیده این یا نه؟ ما باربار من و شما باربار شنیده ایم. و والله کسی که در حالت مرگ است و سکرات مرگ را می چشد، اگر در آن لحظه می توانست بگوید که چه حالتی دارد، آن وقت من و شما از این زندگی دیگه لذت نمی بردیم، هیچ احساس شیرینی نمی کردیم، هیچ احساس لذت نمی کردیم. و شاید آن وقت اگر ما صداهای مرده ها را در قبرها و در قبرستان می شنویدیم، دیگه هیچ کسی از ما استراحت نمی کرد و عقلهای خود را از دست می دادیم. و شاید همه من و شما دیوانه می شدیم و شاید همه من و شما تکلیف روانی پیدا می کردیم. لطف و احسان پروردگار بوده است، پیر از ما مخفی کرده است، و الا زندگی کردن در این دنیا بسیار مشکل بود.